بشنوید دو حکایت کوتاه و پند آموز از مولانا. حکایت اول، حکایت ناشکری خر. مرد سقایی خری داشت که از بس از آن خر کار کشیده پشت خر 2 تا شده و پر از جراحت و زخم‌ها گردیده بود. غذای خر بیچاره جز کاه چیز دیگری نبود، در حدی که خر آرزوی مرگ خودش را داشت. روزی آخوردار پادشاه که با این مرد آشنایی داشت چشمش به آن خر می‌افتد و از مرد می‌پرسد که چرا این خر به این روز افتاده است و به او پیشنهاد می‌دهد که خر را چند گاهی به آخور شاه ببرد تا آن خر جانی تازه کند. خر به آخور شاهی برده می شود و در آنجا در کنار اسبان تازی و جنگی قرار می گیرد و می بیند که اسبان خوب و سرحال هستند. زیر پایشان تمیز و پاکیزه است و به وقت غذا نه کاه بلکه جو می خورند. پس خر رو به آسمان کرد و با خدا چنین نجوا کرد: ای خدای بزرگ، گیرم که من خرم، مگر مخلوق تو نیستم؟ چرا باید این همه زار و لاغر و بیچاره باشم ولی اسبهای شاه این همه در ناز و نعمت و شادی به سر برند؟ خر در حال شکایت به آفریدگار بود که ناگهان آواز پیکار و نبرد سر داده شد و سربازان اسبان تازی را زین کرده و آماده پیکار می کنند. اسبان به میدان جنگ رفتند و پس از مدتی تیر خورده و نالان به آخور بازگشتند. نلبندان نعلهای جدید به سم اسبان می بندند و تیرها را از درون بدنشان در می آوردند. وقتی که خر وضع دلخراش آنها را دید، فقر و بیچارگی خود را از یاد برد و گفت: ای خدای بزرگ، من به همون بینوایی و بیچارگی خوشنود هستم. مولانا در این حکایت میگوید که هیچگاه نباید تمنای چیزی را داشته باشی که به تو داده نشده، زیرا برآورده شدن هر آرزوی غیر معنوی حتما همراه با درد و رنج خواهد بود و تنها با رسیدن به آن آرزو است که درد و رنج ناشی از آن نیز خود را آشکار خواهد کرد. حکایت دوم، حکایت طنزآمیز نماز خواندن 4 هندو. 4 نفر هندی به مسجدی وارد می شوند و به نماز می ایستند. در هنگام نماز مؤذنی وارد می شود. یکی از آن 4 تن در وسط نماز به حرف می آید و به او می گوید: مگر وقت نماز شده است؟ رفیق او در میان نماز این حرف را می شنود و برای اینکه وی را متوجه کار خلاف خود کند به او می گوید: حالا که وسط نماز حرف زدی نمازت باطل است. هندی سوم به دومی میگوید: عمو جان، چرا به رفیقت طعنه میزنی؟ نماز خودت هم باطل است. هندی چهارمی هم وسط نماز گفت: خدا را شکر که من مانند شما 3 نفر به خطا دچار نشدم و نمازم باطل نشده است. در صورتی که هر 4 نفرشان نمازشان باطل شده بود. در این حکایت 4 هندو نمادی از انسانهایی هستند که به عیب خود کورند و به عیب دیگران بینا و آگاه. و مولانا توصیه می کند به جای پرداختن به عیب دیگران خوب است انسان معایب خود را جستجو کند. پیشنهاد می کنم برای شنیدن داستان‌ها و حکایت‌های پند آموز دیگه حتما کانال رو سابسکرایب کنید. در آرامش باشید.